الله الرحمن الرحیم. امروز ما به داستانی دیگه از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. داستان محبوبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به عبارتی ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون می‌فرماید که جبرئیل عکس ایشون رو در پارچه سبز رنگ به نزد من آورد و گفت این همسر تو در دنیا و آخرته. و در روایت دیگری این چنین اومده که پیامبر ام المؤمنین عایشه رو کف دستش رو در بهشت دیده. در هر صورت عمرو بن عاص از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال میکنه: یا رسول الله، چه کسی نزد تو محبوب تره؟ ای الناس احب الیک یا رسول الله، نزد تو چه کسی از همه محبوب تره؟ قال عایشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عایشه هست. بعد گفتش خب قال فمن الرجال، از مردان چه کسی نزد تو محبوب تره؟ قال ابوها. پیامبر فرمود پدریشون ابوبکر صدیق. بله، پیامبر بزرگوار جز پاک رو نمیپسنده و جز پاک رو دوست نداره و محبوب ترین مرد در امت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون و محبوب ترین زن در امت ایشون همون ابوبکر صدیق و دختر ابوبکر صدیق هست. و این هم کاملا این شایستگی و این تناسب رو ما میتونیم در این مسئله ببینیم. بله، محبوبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق هست، اولین خلیفه مسلمانان بعد از پیامبر و به عبارتی یکی از شخصیت‌های اصلی محور و دعوت اسلام. ام المؤمنین عایشه به عبارتی میشه گفت مادرش، همون داستانی که یادتون باشه ما در چندین جلسه قبل اشاره کردیم، ام رومان هست. ام رومان بنت عامر به ابن اویمر. و خب خواهر ایشون خب شخصیت شناخته شده هست، مثل اسما هست، معروف به اسماء ذات النطاقین هست اگه یادتون باشه، که نزدیک 100 سال یا همین حدود 100 سال عمر کرد ایشون. و خب ایشون هم از زنان بهشتی هست. برادر ایشون، برادر تنی ایشون عبدالرحمن هست و یکی از قهرمانان صدر اسلام هست. خب طبیعی هست که و دو تا برادر دیگه داره ایشون از پدر خودش که عبدالله و محمد هست، که اینها هم از قهرمانان مدرسه پیامبر و از بزرگواران این مدرسه هستند. اما در این خانواده ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما می‌بینیم خیر و برکت و صداقت و راستی رو. ام المؤمنین عایشه در یک چنین خونه‌ای به دنیا اومد 7 سال قبل از هجرت. حالا روایاتی هم هست که به اشاره میکنه به قبل از اون، چرا که در بحث سن ایشون مقداری اختلاف بین روات وجود داره. در هر صورت ام المؤمنین عایشه متولد خانه ابوبکر صدیق هست و از کسانیه که با اسلام زندگی کرده، با اسلام رشد کرده و ایشون هم اشاره میکنه به خانواده خودش، پدر و مادرش و خرد پدر و مادرش، که این خرد سبب بود که پدر و مادر من اسلام رو بپذیرن، اگرچه در اون شرایط پذیرش اسلام کار آسان و سهلی نبود در ابتدای دعوت اسلام. بله، در واقع از این درخت پاک، یعنی از ام رومان و ابوبکر رضی الله عنهما میبینیم که عایشه صدیقه شکل میگیره، پدید میاد و در طبیعی هم هست که در جهان اسلام و بین مسلمانان و امت اسلامی و زنان مسلمان دارای نقش ویژه‌ای هم باشه. و این یک نکته خیلی قابل اهمیت هست. به عبارتی ام المؤمنین عایشه کلیدی ترین نقش رو در دعوت اسلامی، در فهم اسلامی و فقه اسلامی داره. معروف هست که میگه امام مسروق ابن عبدالرحمن همدانی کوفی که جز تابعین بزرگوار هست، وقتی از ام المؤمنین عایشه صحبت میکرد این چنین میگفت: حدثنی از صدیقه بنت صدیق، برای من روایت کرد و بیان کرد صدیقه، یعنی ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق،
دنبال جملهش میگفت حبیبت حبیب رسول الله، کسی که محبوب بود، پدرش هم محبوب رسول خدا بود. المبرأة فی کتاب الله، ام المؤمنین عایشه شخصیتیه که تبرئه شده، حمایت شده ازش، حفاظت شده ازش در کتاب خدا و در کلام خدا. این نگاه این تابعی بزرگوار در بیان بود که هر وقت میخواست اسم ام المؤمنین عایشه رو بیاره. بله، ام المؤمنین عایشه از این مادر و از این پدر و از این زندگی سراسر خیر و برکت بهره مند شد، رشد کرد و بر سفره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضور داشت و بهره مند میشد. چرا که رسول خدا ابوبکر صدیق دوست صمیمیش بود و رفت آمد دائم در این خونه بود، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. و اینجاست که ما میبینیم که تمام نشانه های خیر رو، خوب و محبت رو ما میتونیم در پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به ام المؤمنین عایشه ببینیم. به همین سبب هست که ایشون رو صدیقه نامیدن، صدیقه به بنت صدیق. یکی از نکات یعنی قابل شگفتی در زندگی ایشون این هستش که وقتی که ابی نعیم هم در مورد ایشون میخواست صحبت بکنه، این چنین ذکر میکرد: الصدیقة بنت الصدیق، العتیقة بنت العتیق، حبیبة الحبیب، علیفة القریب، سید المرسلین محمد الخطیب، المبرأة من العیوب، المعرأة من ارتیاب القلوب، لرؤیتها جبرئیل رسول الله علام الغیوب، عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها. یعنی کاملا صفات ایشون رو به ترتیب می آورد: صدیقه، زن راستگو، دختر مرد راستگو، کسی که تایید کننده حقیقت هست. العتیق بنت العتیق، حبیب، دختر حبیب. خیلی جالبه. علیفة القریب، همین کلماتی که میاره نسبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، کسی که خداوند از این عیب‌ها و تهمت‌ها اوشون رو مبرا دونست، کسی که خداوند اون رو نسبت به اون چیزی که قلب‌ها نسبت بهش در شک و تردید داشت، قلب‌ها رو صاف کرد. و اون شخصیه که جبرئیل علیه السلام که خودش حامل پیام غیب هست، تصویر ایشون رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشون داد. در هر صورت ام المؤمنین عایشه بر اساس اون چیزی که ببینیم نقل شده، ایشون دارای علم، فضل و کرامت بالایی در تاریخ و دعوت اسلامیه که آثار اون تا قیام قیامت در تاریخ بشری بر اساس خیر و برکت ثبت شده. و این لقب بزرگی که ام المؤمنین هم نصیب ایشون شد، باز بهره دیگر و مقامی بیشتر و منزلتی دیگر هست که خداوند با ازدواج و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیشون این مقام رو داد، همان گونه که همسران دیگه پیامبر و قبل از اون ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها از اون بهره مند شده بود. میگه وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد با ام المؤمنین عایشه، نقل میکنه که به مادر ما عایشه این چنین میگه که اوری تو که فی المنام، در خواب تو به من نمایش داده شدی، نشون داده شدی، ثلاث لیال، سه شب در خواب تو رو به من نشون دادن. جاءنی بک الملک فی سرقة من حریر، تصویر تو رو یا تو رو بالاخره اون چهره شکل تو رو در یک پارچه ای از حریر فرشته‌ای برای من چیکار میکرد؟ می آورد. فیقول هذه امرأتک، و میگفت این همسر تو هست. فاکشف عن وجهک، وقتی من پارچه رو از صورتت باز میکردم، فاذا انت هی، میدیدم تو عایشه هستی. و ایشون میگفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم خب در ادامه روایت میگه این یک و هذا من عند الله یبدیه، اگر این از جانب خدا باشه و این دستوری باشه که قطعا خواب پیامبران علیهم السلام بر اساس حقیقت و وحی هست، خداوند این امر رو به پایان میرسونه. و این روایتی که هم امام بخاری هم امام مسلم نقل کردن و امام احمد هم در مسند خودشون رو آورده. بله، اراده خداوند سبحان بر این بود که ام المؤمنین عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشه، همراه ایشون بشه و از این مقام و منزلت بالا بهره مند بشه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که میرفت به خونه ام المؤمنین عایشه، یعنی خونه پدرش، به مادر ایشون سفارش میکرد: یا ام رومان، در مورد عایشه به شما سفارش میکنم به خیر و نیکی و مواظب ایشون باشید، هواشو داشته باشید، به عبارتی. و این فرزند معمولی در واقع نیست، تا اینکه بالاخره زمان مناسب فرا رسید و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد و برای عقد ام المؤمنین عایشه بالاخره اقدام کرد. 400 درهم
مهریه ایشون بود که پیامبر قرار داد و خب ابوبکر صدیق هم بسیار خوشنود و خوشحال بود که چنین فخری نصیبشون شده که آخرین پیامبر این امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و محبوبش شده دامادش. بله تا اینکه بالاخره ابوبکر صدیق بعد از مدتی، حالا البته این اشاره به ازدواج بود، یعنی ازدواج بعد از هجرت هست، اما ابوبکر صدیق از مکه به مدینه هجرت کرد در همراهی و مصاحبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هیچ کس از این هجرت خبر نداشت مگر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و خانواده ابوبکر صدیق. و زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه رسید که افرادی رو فرستاد به دنبال خانواده خودش و ابوبکر صدیق هم همینجوری افرادی رو فرستاد به دنبال خانواده خودش و این دو خانواده پیامبر و خانواده ابوبکر صدیق هر دوتا اومدن و تحت حمایت بالاخره مهاجرین، تحت حمایت انصار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و خانواده خودشون، از همه مهمتر حمایت مستقیم الله رب العالمین در زمانی که وحی هر لحظه نازل میشد قرار گرفتن. خداوند سبحان در بحث ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین مقدر کرده بود که با این مفاهیم، با این موارد شکل بگیری، چرا که این تقریبا مراحل به گونه‌ای هست که خب ام المؤمنین عایشه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشون داده میشه در خواب و ایشون هم خب میگه برای اگه حکم خدا باشه این چنین خواهد شد و ایشون رو خواستگاری میکنه. بعد از 2 سال 3 سال هم بالاخره ازدواج میکنن بعد از اینکه این بالاخره مراسم میگذره و مقداری که ایشون در اون سن و سال مناسب ازدواج قرار میگیرن. اینجا بود که نقل شده حتی وقتی که ام المؤمنین عایشه رو در مسیر هجرت می اومد، اون شتری که ایشون روش قرار گرفته بود، اون شتر ظاهرا رم میکنه و خب میدونستن همه دیگه که ایشون مخطوبه رسول خدا قراره که عروس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بشه. مادر ایشون ام رومان فریاد زد وای به عروس پیامبر خدا چه اتفاقی داره میفته. این شتر میگه که این شتر در همون لحظه دیگه ایستاد و مهارش بالاخره به دست اومد و اون خطر از ام المؤمنین عایشه رها شد. اونهایی که با شتر و شتر سواری اینها آشنا هستن میدونن که شتر وقتی که دچار هیجان میشه و رم میکنه به عبارتی یا عصبانی میشه، کنترلش خیلی خطرناکه و برای کسی که روی شتر سوار هست یا کسی که ممکنه در نزدیکش باشه آسیبی باشه. و این در واقع یک خیر و برکتی بود، یک کرامتی بود که در اونجا خداوند ایشون رو در این مسیر هجرت حفظ کرد. خب فکر کنم تا همینجا کافی باشه. ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.